حتی راننده‌های قدیمی هم این ترفندهای ماشین رو نمیدونن. اگه رو ماشینت خط و خشای کوچیک افتاده، یکم خمیر دندون بزن رو خط. بعد با یه حوله یک نواخت بمال. خطا تقریباً محو میشن. 2. اگه باتری سوئیچ تموم شده و در ماشین باز نمیشه، یه سوراخ کوچیک زیر دستگیره در هست. اون قسمت رو با خود سوئیچ باز کن. بعد سوئیچ مکانیکی رو بنداز داخل و در رو باز کن. 3. اگه روی آینه بغل آب جمع میشه و دیدتو میگیره، نصف یه سیب زمینی رو روی آینه بمال. دیگه آب روش نمیمونه. 4. محل دکمه برف پاکن رو پیدا کن. برف پاکن قدیمی رو در بیار و جدیدش رو جا بزن. 5. خیلیا نمیدونن که آفتابگیر جلو رو بچرخونی و بیاری کنار تا آفتاب از پهلو نزنه. یه لیمو رو نصف کن. روش یکم جوش شیرین بریز. بعد باهاش چراغای جلوی ماشین رو بساب. چرک و زردیش پاک میشه. آخرش هم با آب بشور، برق میافته. 7. اگه بدنه ماشین فرو رفتگی داره، یه چسب حرارتی رو به در یه بطری بچسبون. بعد داغش کن و بچسبون رو قسمت فرو رفته. بعد بطری رو بچرخون تا فرو رفتگی بیاد بیرون. برای عوض کردن فیلتر هوای کابین، جعبه دستکش جلوی صندلی شاگرد رو باز کن. اون زبونه کوچیکو نگه دار تا درش کامل بیاد پایین. فیلتر هوایی که بوی بد گرفته رو در بیار و نوشو بذار جاش. اگه آینه بغل شکسته، با سوئیچ قابشو در بیار. آینه جدیدی که از اینترنت خریدی رو جا بزن. اینجوری کلی از خرج تعمیرگاه کم می‌کنی. اگه سوئیچ رو داخل ماشین جا گذاشتی، نرو با آجر شیشه رو بشکنی. یه رول چسب بردار، یه مستطیل درست کن. روشو با چسب ضربه‌دری بپوشون. بعد نوارای عمودی بزن و آروم چسبو به پایین بکش تا شیشه باز شه و بتونی سوئیچ رو برداری. امیدوارم این ترفندهای ماشین به کارت بیان.